در قرآن کریم یک جا آمده که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و ملائک خدا بر حضرت رسول الله درود میفرستن، یعنی دعای رحمت میکنن. این ذخیره آیاته، اما در کل ذخیره احادیث باز یک جا حدیث آمده حضرت رسول الله صلوات الله علیه فرمودن ان الله و ملائکته یصلون علی المتسحرین، ان الله و ملائکته یصلون علی المتسحرین. همان گونه که بر حضرت رسول صلوات الله علیه خدا و ملائکه دعا میکنه و درود میفرسته، بر روزدارانی که ساعت 4 شب، ساعت 3 و 4 شب از خواب بلند میشن به خاطر سحری کردن، خدا و کل فرشته های آسمان و زمین به حق اینا دعا میکنه، درود میفرسته به حق کسی که به سحری بالا میشه. آهن سرد نفست در کوره رمضان بسوزد تا که او تغییر پیدا کنه، تا آهن به آتش به کوره آهنگر انداخته نشوه، راست و چپ نمیشه. این آهن که از او هرچی درست میشه به خاطری که در کوره آهنگر میفته. یعنی در 30 روز رمضان آهن نفست سرد شده، 11 ماه سرد شده، این را در کوره بینداز تا داغ بشه، تا او باز دوباره راسته شود، او را بتانی راسته کنی. رسول صلوات الله علیه فرمودن للصائم فرحتانی، فرحة عند الفطر و فرحة عند لقاء ربی، او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم. 2 تا عید داریم، 2 روز 2 جشن داریم، 2 خوشحالی داریم روزدارا. رسول الله گفتن یکی در وقت افطار، یکی در وقت ملاقات پروردگار. در وقت ملاقات پروردگار چرا خوش میشی؟ در وقت ملاقات چطور خوش میشی؟ وقت افطار خود دسترخوان، سر دسترخوان میشینی، خوش میشی. یا یوم الفطر، روز عید فطر خوشحال میشی که حالا رمضان تمام شد، عید آمد. لیکن در نزد خدا کدام خوشحالی است؟ در حدیث آمده الصیام والقرآن یشفعانی، روز قیامت خداوند تبارک و تعالی از بین کل اعمال بنی آدم دو عمل را مجسم میسازه، بالا میکنه، میگه بالاشین، یکی قرآن یکی روزه. قرآن روزه بالا میشه به نزد خدا، میگه خدایا اینمی کس صاحب من، یعنی روزدار، به خاطر خدا، به خاطر من از نان و از طعام و از شراب و از نوشیدنی و خوردنی مانده. 30 روز نفس خدا سنگ صبر بر سینه زده، نفس خدا حبس کرده، خدایا این را عذاب به آتش عذاب نده. الله شفاعت را قبول میکنه، شفاعت روزه را. و دوم شفاعت قرآن، الله شفاعت قرآن قبول میکنه. قرآن بالا میشه که خدایا این 30 روز رمضان ختم تراویح خوانده، 20 رکعت تراویح، 30 جز قرآن کریم ختم کرده، خدایا از خواب مانده، به خاطر تو از ترس خدا، خدای این را عذاب نده. الله شفاعت قرآن قبول میکنه. الصیام والقرآن، یکی روزه یکی قرآن. حضرت مولانا جلال الدین رحمت الله علیه میگن وقتی به حمام میرفت به خاطر استحمام، باز به بدنش میدید خیلی لاغر بود، نحیف بود، میگفت ای جسم به تو خو رسیدگی نکردم، تو را خیلی لاغر ساختیم، تو را خیلی لاغر ساختیم، لیکن خوشحالی ما همینجاست که تو لاغر شدی تو جسم، لیکن روح چاق شد. روح در رمضان جسم لاغر میشه، روح چاق میشه. روح لذا ما جوهره چاشنی ساختار و ساختمان بدن ما روح ماست. آنچه که با ما در قبر میره کدام؟ روح، جسم نمیره. یکی صیام است، یکی قیام است. قیام شب 20 رکعت تراویح خواندن،
حضرت رسول الله گفتن ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام اللیل. همین قیام من صام رمضان من قام رمضان، رسول الله گفتن کسی روزه را بگیره تراویح را بخوانه. قام رمضان هم تراویح است. کسی روزه را گرفت تراویح را خوان، باز خدا گناهش را چی میکنه؟ میامرزه. غفر له ما تقدم من ذنبی. من صام رمضان و من قام رمضان، بعد جزاش میاد غفر له ما تقدم من ذنبی. روزه را گرفت تراویح را خواند از روی ایمانا و احتسابا، از روی اخلاص، باز خدا گناهش را میبخشه. لیکن در حدیث بسیار صراحت داره، خیلی جالب است. میفرماد حتی ینصرفه، یعنی نماز همراه امام میخوانه و همراه امام هم بر میگرده. این مثل حیوانای رمیده‌ای که 8 رکعت میخوانه و باز دویده از مسجد میبره، خو اوتونی او را گناهش نمیامرزه خدا. اینجا گفته رسول الله گفتن اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام اللیل. همراه امام یک جا بخوانه باز یک جا برای الله او را قیام اللیل حساب میکنه، گناهش را باز چی میکنه؟ میبخشه. لذا ماه مبارک رمضان ماه وحدت، ماه محبت، ماه مهربانی، روز روزه گرفتن، شب تراویح خواندن. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید درباره حضرت رسول الله میفرمایند یجتهد فی رمضان ما لا یجتهد فی غیره. حدیث یجتهد فی رمضان ما لا یجتهد فی غیری. اون نمازی که در رمضان میخوان در غیر رمضان نمیخوان. متوجه هستید؟ یعنی چی؟ یعنی در رمضان زیاد میخوان نماز، در دیگه وقتا 8 رکعت تهجد میخوان شبانه. دیگه وقت شبانه چند رکعت تهجد میخوان رسول الله؟ 8 رکعت. لیکن در رمضان باز 8 رکعت تهجد خو میخوان، لیکن باز تراویح، این تراویح که ما و شما میخوانیم اصل اساس و ریشش از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه. خود رسول الله داخل پرده در وقت اعتکاف داخل پرده میخواندن، حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه. باز حضرت عمر فاروق رضی الله عنه همه را جمع کردن پشت حضرت ابی ابن کعب، گفتن که شما با مردم 20 رکعت نماز تراویح را بخوانین، مردم پشت سر شما بخوانن. حضرت رسول الله صلوات الله علیه گفتن که همه عبادات را جزا و پاداشش ملائک نوشته میکنه غیر از روزه. روزه را پاداشش را پرزش را خود خدا نوشته میکنه. الا الصوم فانه لی و انا اجزی بی. الله به فرشته ها میگه درباره روزه گپ نزنین که او را من خودم میتونم، جزای از او را عوض از او را من میتونم.